زنبورپروری یکی از قدیمی‌ترین بخش‌های کشاورزی به شمار رفته مقصد استحصال محصولات صرف طبیعی عسل میباشد. امروزها زنبورپروران ناحیه وخش در سمت زیاد کردن اویله‌های زنبوری عسل و گرفتن حاصل خوب جهد و تلاش دارند که این محصولات توابتی و اجرت اکولوژی تازه را بیشتر استحصال نمایند. امروزها زنبوری عسل پروری یکی از شغل‌های سردرآمد و مفید محسوب یافته. سرور دولت پیشوای ملت محترم امام علی رحمان همیشه در برآمدهایشان تاکید می‌نمایند که به رشد این ساحه دقت بیشتر روانه کرده شود. امروزها خوشبختانه در ناحیه وخش خودجگی‌های دهقانی و اویله‌های هستند نفرانی هستند که با پرورش زنبور عسل شغل ورزیده حاصل خوب به دست می‌آورند و زندگی روزگارشان را از این حساب به سامان می‌رسانند. دوستمرغ یوسف در دهه چهارباغ جماعت دهاتی 20 سالگی استقلالیت اقامت داشته با پرورش زنبور عسل شغل می‌ورزد. با گفت خود او تا 10 سال است که با زنبور پروری سر و کار دارد. هر انسان دا همین کاری زنبور یک کاری ایلواگی حساب می‌کنه و آدم فرق نداره چی کاری باشه. این نزد حوالی ده یک کمتر میمونی هم برای خوردن هم برای یک زندگی را کمتون پیش بردن. مثال همین را مقدم از یک 10 سال چه زندگی ما همی راستیگل قدی همون زورش ما میکنیم همی را حاصلش هم میگیریم غیر ای خوردن ما زیاد چه با سودا میمونیم زندگی را پیش میبریم. دوستمرغ در نزد یک نفر زنبورپرور شاگرد ایستاده موضوعی‌های این کسب هنر را از بر می‌نماید و کار را از پرورش یک قوطی زنبوری عسل سر می‌کند. این سال راستی گپ 10 ساله همی پیش وقت کمتر داشتیم سال با سال قدی زورش ما زیاد کردن گرفتیم وزی زندگی همی راستی گپ همون قیمه شود زندگی میزگرد. حالا مثال در اینجا این قوطی بینش پرگراد کرده دو تا اویله حساب می‌خوره علویده اینش هفته اینش یاشکوی کالونی هست تو 10 تا 15 تا را یک سمیه حساب می‌خوره یا اویله حساب می‌خوره. وش مقصد که با حساب میونه 10 کیلو باید بتن ای روی که هوا نقض بیاید طبیعت نقض باشه تا 15 کیلو را گرفتنش ممکن. امروزها او با اهل خانواده‌اش به این کار مشغول گردیده اویله‌های زنبوری عسل را زیاد کرده و 50 قوطی رسانیده است. همساله آنها با نگاه بین و با خوراک و غذا تامین کردن اویله‌های زنبوری عسل و از یک قطار بیماری‌ها نگاه داشتن زنبورها تدبیرهای سری وقتی اندیشیده حاصل ناکی را زیاد می‌گردانند. در برابر عسل تازه بهاری و تیره‌ماهی، عسل سیاه‌دانه، عسل کوهی، شیر مادر زنبور، پروپولیس، گردیگول استحصال کرده اویله‌های زنبور فروشی و تجهیزات زنبور پروری را نیز پیشکش زنبور پروران می‌گردانند. یک نکته قابل به یادآوری است که در تاجیکستان هنوز از سال 1932 قرن گذشته زنبور پروری با 140 اویله زنبور عسل آغاز گردیده بود و تا امروز میان مردم به شغل دوست داشته تبدیل یافته است. بعد استقلالیت به دست آوردن تاجیکستان انیقتر از سال 1992 250,000 اویله زنبور عسل موجود بود و اتحادیه و اساسیاسیون زنبورپروران تاجیکستان تشکیل یافت. سال 2005 در جمهوری برنامه برقرارسازی و رشد میانبر ساحه زنبورپروری در تاجیکستان برای سالهای 2006 2010 و بعدتر برای سالهای 2010 2016 قبول گردید. در نتیجه عدد اویله‌های زنبوری عسل از 46000 به 207000 رسانیده شد. امروزها در تمام گوشه و کنار ولایت ما ذات‌های خوش‌صفت و جهتی حاصلناکی زیاد و هم با یک قطار بیماری‌ها تا باور زنبوری عسل پرورش کرده می شود. دوستمرغ نیز از این پیشروی‌ها قپانه مانده با پرورش ذات سرحاصل زنبور مشغول است. ولی نوی ما مقصد ایمو ولی کارلیک باکفاس های یو پروده بهترین همین نمودای بهترین های اینا زنبور کورکنی اصل نام نازه مودا زنبورش هم برای نسلش زیاد کردن هم نازه یو همین پروده همین طرف خرلوندا ناز کار میکنن. پیش وقتا داشتیم بیلاین بود کارپات بود میسنی بود و حاصل کمتر کار میکردن. دویم ساله که این پروده باکفاز کارلی کردیم هم اهلیش برای نمیگزدگی آدمای نوکرده مقصد نمیگزه این به حد آسانه کارش. یک جهت خوبی کار را دوستمرغ تاکید می‌نماید که با دستگیری‌های سروری دولت پیشوای ملت محترم امام علی رحمان زنبور پروران از سپردن اندازها آزاد کرده شدند که به پیشروی کاری آنها و رشد این ساحه مساعدت می‌نماید. امروزها جمع‌آوری عسل خوش‌صفت بهاری ادامه داشته آنها کوشش بر آن دارند که این محصولات طبیعی را هر چه زیادتر استحصال کرده در تامین یکی از هدف‌های استراتژی مملکت امنیت آذوقه‌واری سهم ارزنده گذارند. این زمان شما دیده ایستاده اید که این کس به پرورش نگاهبین زنبور مشغول هستند و عینی
ҷамъоварии ҳосили баҳорӣ аст ва тавре ки мушоҳида мекунем занбуре ки инҳо навъе ки инҳо парвариш мекунанд хеле як занбури оромтабиат ва занбуре ҳаст ки ҳамла намекунад, як занбури ором аст, як занбури хеле хуб аст ки ҳосили фаровон дорад. ҳасанзода гулизор, далери шариф, манучери умар, ахбор, ноҳияи вахш.